من اینجا در پایگاه نباتیم نیروی هوایی اسرائیل هستم. پشت سر من یک جنگنده F-35 یا به نام اسرائیلی آن ادیر قرار داره، نامی که برای نشان دادن قابلیت‌های پیشرفته این هواپیمای چند منظوره انتخاب شده است. رژیم ایران در تلاشی مذبوحانه برای ضربه زدن به اسرائیل صدها پرتابه شامل موشک‌های کروز و بالستیک و پهپاد را در یک حمله گسترده شلیک نمود. رژیم ایران در تلاشی مذبوحانه برای ضربه زدن به اسرائیل صدها پرتابه شامل موشک‌های کروز و بالستیک و پهپاد را در یک حمله گسترده شلیک نمود. اما این تلاش با برتری قاطع نیروی هوایی اسرائیل همراه با شرکای ما و در صدرشان ایالات متحده مواجه شد و توانستند 99% از تهدیدات را رهگیری و خنثی کنند. رژیم ایران به دروغ به مردم ایران خبر داد که موشک‌هایشان به پایگاه نباتیم، یعنی جایی که من الان ایستاده‌ام، اصابت کرده و اون را منهدم کرده. ولی آنچه که من در اطراف خود در اینجا می‌بینم یک پایگاه عملیاتی فعال است که فقط آسیب بسیار بسیار جزئی به بخشی از زیرساخت‌های آن وارد آمده است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند با دروغ‌هایش شکست خود را توجیه نماید. هزینه صدها موشک و پهپادی که رژیم به سوی اسرائیل پرتاب کرده به همراه میلیاردها دلار که برای تروریسم در سراسر خاورمیانه سرگذاری هزینه صدها موشک و پهپادی که رژیم به سوی اسرائیل پرتاب کرده به همراه میلیاردها دلاری که برای تروریسم در سراسر خاورمیانه سرمایه‌گذاری می‌کند، اینها همه پول‌هایی است که میبایست به دست شما ملت ایران میرسید و برای آموزش، امور خیریه و رفاه ملت سرمایه میشد. اسرائیلی‌ها و ایرانی‌ها یک تهدید مشترک دارند که جمهوری اسلامی نامیده می‌شود.